همه چی از کلاس هفتم شروع شد، از مدرسه رشد نو، و من با محمد آشنا شدم. و مثل رفاقت همه پسرها، رفاقت من و محمدم از یه دعوا شروع شد. راستی یادم رفت خودم معرفی کنم، پس باید برگردیم یکم عقب‌تر. من ایلیام و 20 سالمه. از بچگی دوران عجیب با 0 و 100 داشتم. یا خیلی تو خودم بودم یا خیلی اجتماعی. و همینطور از وقتی یادم میاد که چشمو به این جهان باز کردم، عاشق گیم بودم، مخصوصا شوتر. و برخلاف تصور خیلیا وقتی به دنیا اومدم اونگه نکردم، بلکه با کمال جدیت به مامانم گفتم مامان شیرم ده. آره خلاصه همینطوری به بزرگ شدم ادامه دادم و تونستم تو چند تا کار یه سری موفقیت ها کسب کنم. مثلا هندبال حرفه‌ای تا مسابقات کشوری رفتم، ولی خب مصدوم شدم. یا اینکه برای دوبله اقدام کردم و تونستم چند تا انیمیشن و فیلم دوبله کنم، تا اینکه رسیدم به کلاس هفتم و با یه موجود عجیب الخلقه به اسم محمد آشنا شدم. یه روز تو اردوی مدرسه که درش واقعا یادم نمیاد با هم دعوامون شد و بعدش شدیم بهترین رفیقای همدیگه. فهمیدیم که تفاهمات زیادی با هم داریم و هر روزی که میرفتم مدرسه به برق چشمای محمد فکر میکردم، اون موهای لخت و عینک انیمه ایش، تا اینکه فهمیدم دوست دختر داره. پس با همون رفاقتمون ادامه دادیم تا اینکه یه روز وقتی لم داده بودم روی تخت و داشتم با آینده تبو هم فکر میکردم، محمد بهم زنگ زد و گفت بیا با استودیوی من و صدای تو کانال یوتیوب راه بندازیم. و منم گفتم نه نمیگیره. تا اینکه چند بار راجع به موضوع صحبت کردیم و فهمیدم محمد یه ایده بمب و جدی تو سرشه، ایده مدیتیشن. پس قبول کردم و اولین ویدیومون رو به صورت کاملا اسکم تو یوتیوب آپلود کردیم. اسمشم گذاشتیم اولین مدیتیشن من در یوتیوب. اگه ندیدینش بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینینش، خیلی جالبه، زندگیتون رو تغییر میده. یه جوری همین چیزی که الان گفتم اسکم محسوب میشه، ولی خب در کل و الانم در خدمت شما عزیزان هستیم و بدون حمایت های شما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که بتونیم به اینجا برسیم. و اگه نمیرسیدیم من قطعا محمد رو میخوردم به عنوان میامده. و در کل نفس نو چنلی برای تو دیگه از این ویدیوها نمیذارم بگیری داشت.